سلام صد تا سلام. خیلی خوش اومدین به اولین ویدیو چنلمون. امروز قراره چیکار کنیم؟ امروز قراره بریم ارزون‌ترین ناهار و شام مراغه رو بخوریم. ببینیم تو مراغه ارزون‌ترین شام و ناهار چیه، چی میتونیم پیدا کنیم. برو بریم. خب به نظرت چی میتونیم پیدا کنیم با چه قیمتی؟ نمیدونم چه ارزون‌ترین ناهار چی در نظرمون باشه. به نظرم ارزون‌ترین چیزی که میتونیم پیدا کنیم به عنوان وعده ناهار چیزه، اسمش چیه؟ فلافل میتونیم پیدا کنیم تو ناهار و یا ساندویچ. فکر کنم نهایت ارزون‌ترین چیزی که باشه ساندویچه. چیز دیگه فکر نکنیم پیدا. سلام بچه‌ها پیاده رفتن سخت بود. ما هم رفتیم موتور رو برداشتیم که بریم ببینیم چی ارزون پیدا کنیم دیگه. در حال یافتن یه ساندویچی ارزون هستیم که همه جا هم بستن. ناهار ساعت فکر کنم دو همه جا بسته است و آره هیچی نمیتونیم پیدا کنیم. میخوام بگم فلافل بگیریم برای ناهار ولی همه جا بسته است. نمیدونم چرا. هر چی غذای گرونه بازه فقط. مثلا وایس یه لحظه نشونتون بدم. سوقاریه همشون بازه ولی هرچی فلافلیه یا مثلا دست فروشه فلافل میفروشن یا هرچی غذاهایی بسته همشون. نمیدونم چرا. اما بریم یه فلافلی پیدا کنیم یا خدمتتون. خب آقا اومدیم اینجا یه ساندویچی پیدا کردیم. چنده؟ 35 ساندویچ نمیدونم چی خبر. مگه نمیبینه ما داریم ویدیو میگیریم. گفتم ساندویچ نوشته 35. ببینیم چیه ساندویچ چیه؟ یا اصلا ساندویچ میده یا نمیده. شروعتون بدم بریم. من رفتم پرسیدم ساندویچ همبرگ داشت، فلافل و کالباس. یه خانم مسن بود گفت که اینا 35 و آره هر چی خواستی میتونی بگی. من نسبت به قیمتش هم کیفیت خیلی خوبی دارم. اینا رو بهم گفت. حالا ببینیم چیه. فردان نشسته اینجا. بگم صندلیش ندارد موجه خوبی هم ما سفارش دادیم. تو چی گفتی؟ گفتم یه همبرگر منم گفتم یه فلافل. این همبرگر من فلافل. چیکار کردیم الان؟ ساندویچ رو گرفتیم. کجا بریم یه پارکی پیدا کنیم بشینیم بخوریم. بذار اول مغازه رو بهتون نشون بدم خواستید بیاید بدید کجا. اینم مغازه ساندویچی رضا. اسمش بود ساندویچی رضا ولی نمیدونم چرا یه خانم محسن اونجا بود ولی خب دستش درد نکنه. دو تا ساندویچ گرفتیم به مبلغ 35,000 تومان که دوتاش شد 70 با یه نوشابه که اونو گرون داد 19 داد برامون و کلا 85 تومان دادیم به دو تا ساندویچ و یه نوشابه و دو تا سس. الان بریم پارک ببینیم منظرش چجوریه. خب آقا کجا اومدیم الان؟ اومدیم پارک دیگه. اومدیم پارک. ساندویچ کارو بگیر. وایسا همبرگر رو ببین انگار معلومه که خونگیه. حالا بخور یه نمره بده بهش. آره گفتم فلافل برام ولی این پارک خیلی خار داره. خارش زیاده. اصلا تنو گوشت رو نمیده. وای حاجی همه جا گوشت نمیده فقط بوی گوشت میده. تنشو نمیده. تو یه طعم خیلی عجیبی داره. اصلا طعم همبرگو نمیده. همبرگر اصلا یه چیز دیگه است. این یه چیز دیگه است. چرا اگه میخواین این هم رخ فلافله. بچه ها اگه ساندویچ براتون مهم نیست که چه مزه‌ای باشه فقط میخواین سیر باشین جای خوب قیمت خوب.
توی گاز بدم. دردواری که سر مومنه تمی و تن شاف فقط نم چیه خیلی بده. کم نخود نمیده بوش خوبه، بوشون خیلی خوبه، طعمشون افتضاحه. فلافل بده باز نمیده فلافلش هم تلخه، نمیدونم چرا. چند میگرد یک داداش بهش؟ یه چیزی هست 6 میدم بهش 6 خوبه. من اگه بخوام از لحاظ قیمتی بگم واقعا قیمتش خیلی خوب. از لحاظ قیمتی بخوام بگم قیمتش خیلی خوبه، ولی از لحاظ کیفیت و طعم واقعا من دوستش نداشتم. بوش میگم خیلی خوب بود ولی طعمش افتضاح بود. حالا من بهش میدم 5 آره 5 خوبه. همبرگیش هم میدم 5، اینم فلافلم میدم 5، کلا 5. از قیمتی 10 ولی کیفیتش 5. من دوستش ندارم. همبرگرش خوب بود همبرگیش هم میدم 5. همبرگرش خوبه فلافلش خیلی بده بدجور بده. فود بلاگر هستن ببینید شبیه کتلت نیست بده بوش کنم. یه بوی عجیبی میده، اصلا بوی گوش نمیده، یه چیز دیگه میده، نمیدونم چیه. خدا این کتلته اصلا میگم بوی عجیبی میده. بچه آشکالامون هم میریزیم تو نالون که نگید کسی خب دوستان شب شده پرسه داده دید من ریدم چپ چیه؟ شب شده پر ستاره چشمک بزن ستاره. آره شب شد، دارم میرم دنبال فرداد بریم ببینیم ارزون ترین شام چی هست پیدا کنیم بخوریم. نهار که اونقدر خوب نبود، فکر میشه گفت که جزء آشغال ترین چیزایی بود که تو عمرم خورده بودم. و آره ببینیم شام چی میتونیم پیدا کنیم. میایم خدمتتون. الان شب شده، شب شده پر ستاره چشمک بزن. به به عجب خواننده ای مستور. خب دوستان اومدیم الان شامو بزنیم. پیتزا پیدا کردیم. چه قیمت؟ 80. تازه پک اقتصادی هم دارن. یه پیتزا مخلوط، یه پرس سیب زمینی، 2 تا نوشابه 150 مفت. گفتیم 2 تا آماده کنه ببینیم چجوریه طعمش. ارزون ترین چیزی که پیدا کردیم همین بود. بقیه خیلی گرون بودن، فست فود بودن کلا ارزونی ها. خب الان در انتظار چی هستید؟ پیتزا آماده بشه آره دوستان خلاصه پیتزا منتظریم آماده بشه و تستشو میریم اتاق خونه. اتاق و عشق من و شما جون. به نظر چه طعمی میتونه باشه؟ من 80,000 تومان خیلی ارزون. خب آقا 10 دقیقه ما منتظر میمونیم، بعدش آماده شد میایم خدمتتون. سلام بچه‌ها. چه سلام کسخلی؟ آقا همونطور که گفتیم پیتزا رو سفارش دادیم. پیتزا چند تومانی بود؟ 80,000 تومانی. 80 تومن دادیم به این. 2 تا گرفتیم نفری که کلا شد 160. و اینم وایسا البته اینجا یکی هم بود ایشون میل کردن نداشتم برسیم خونه. آره بذارین ایشون هم داداش منه، عشق منه، اومده غذاشو بخوره که بعدا میدیم بهش. نشون بده. اینم بذار اینطوری نشون ببین
دقیقا همینه. 80,000 تومن دادیم به این پیتزا. البته این مال منه. اینجاده حاجی سایزشو خیلی کوچیکه، ببین کف دستمو ببین، اندازه میذارم 2 تا انگشت منه. کوچولوه، ولی به نظرم میتونه یه نفر رو سیر کنه. یه حسی میگه که سیر میکنه یه نفر رو، نمیدونم حالا شاید هم سیر نکنه. بخوریم ببینیم چه طعمی روش هستن. واقعا روغن زیادیه، دیده میشه اصلا تو دستت میگیری میبینی که روغن خیلی زیادی روشه. خوبه، من دوستش دارم. 80 تومن مفته. یه تمزه تلخی هم داره. آفرین. طعم روغن سوختگی میده. نه دیگه خیلی خوبه روغن سوختگی، ولی تهمزدش یکم تلخه، نمیدونم حالا بعد چیه. یک دست کینگ سول بای بریم. به نظرم پیتزای خوبیه، من دوستش دارم. نمیدونم چرا خیلی خوشم اومده ازش و خیلی گوگلی و خوشمزه است. من یه بار دیگه نشونتون بدم. عالیه، ولی یه کمی سوخته سوسیسش. 80 تومن مفته. فکر کنم اشتباه نکنم اسمش ساندویچ پیتزای سید بود. آره حتما لایک، کامنت، سابسکرایب خواهش میکنم ازتون. اینا زیاد وقتتون رو نمیگیره ولی خیلی به ما انرژی میده. یادتون نره ایده ای چیزی راجع به این که در مورد چی ویدیو بسازیم، در چه سبکی باشه، حتما تو کامنت ها بهمون بگین که ما اون کار رو انجام بدیم براتون که خوشتون بیاد. و از 1 تا 10 به این ویدیومون نمره بدین به عنوان اولین ویدیو چنلمون. بریم